دیگر فضیلت امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که در جنت از همه بیشتر امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشند، چون که حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید اهل الجنت 20 و 100 صف، اهل جنت 120 صف می باشند، 80 منها من هذه الامه، 80 صف آن از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و دیگر صفا از دیگر امت ها است. یعنی اگر ما جنت را، اهل جنت را به 3 تقسیم بکنیم، از 3 حصه 2 حصه آن از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشند، چون که بیشتر انسان هایی که مؤمن هستند و مسلمان هستند و پیروی از پیغمبران کردند در این امت وجود دارد. حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید انا اکثر الانبیاء تبعا، یعنی پیروان من روز قیامت از همه بیشتر می باشند. از همین لحاظ اهل جنت هم از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر هستند و اگرچه ما آخرین امت ها هستیم ولی اولین امتی است که داخل جنت می گردند و اولین کسی که دروازه جنت را میزند این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و اولین کسی که روز قیامت شفاعت می کند و برای هر یک امتی می ایستد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امتی امتی می گوید روز قیامت. این شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حق این امت می باشد. و دیگر حدیثی هست که 70,000 از این امت بدون حساب و کتاب داخل جنت می گردند و با هر یکی آن 70,000 دیگر می باشند. یعنی اعداد به حساب و به شماری هستند که از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بدون حساب و کتاب داخل جنت می گردند. و حدیثی هم هست که تنها از بقیع، از همین قبرستانی که در مدینه منوره وجود دارد، از همین قبرستان 70,000 انسان بدون حساب و کتاب داخل جنت می گردند.